این نکته خیلی مهمه که حضرت علی در اون زمان نمایندگانش را در شهرها و منطقه‌های مختلف تمام حرکاتشون رو زیر نظر داشته. اون وقت حضرت این نامه عتاب‌آمیز رو می‌نویسه، بعد اونجا در این نامه این جهت رو می‌فرماد: الا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه، الا و ان امامکم قد اکتفی من دنیاه بتمره و من طعمه بقرصه. هر معموم یه امامی داره، باید ازش پیروی بکنه. به اسم تنها قناعت نکنید، به شعار تنها قناعت نکنه، پیروی بکنه از امام و پیشوا. امام شما حضرت علی با این مقام خلافت که داره، از لباس دنیا 2 لباس داره، لابد یه پیراهن بوده، یه شلوار، و از غذا هم 2 قرص نان، 2 قرص نان جو. بعد میفرماد: الا و انکم لا تقدرون علی ذلک. من میدونم شما قدرت ندارید مثل علی باشید، اما ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اقلا یخت همراهی بکنید با حضرت علی، شیعیان علی، دوستان علی، پیروان علی. باز در همین نامه داره: لو شئت لاهتدیت الطریق الی مصطفی هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا الغز ولکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. اگه من بخوام از مغز گندم بخورم، پارچه های ابریشمی بپوشم، از عسلهای شیرین بنوشم، میتونم. اما دور از انصاف که علی رهبر امت زندگی مرفه داشته باشد و شاید در اطراف حجاز و یمامه در روستاها و بیابونها کسی باشد به نان جوی محتاج باشد. این حضرت علی است. من و شما برادران، به خصوص آقایون طلاب، حالا شرایطی درست شده است، منافقین خذلهم الله یک کارای کردن، ناچار شدیم ما یه خورده از مردم فاصله گرفتیم، فاصله انداختن بین ما. برادران سپاهی البته خیلی هم گوش ندید به حرفای برادران سپاهی، یختش ناچارید گوش بده، خیلی هم گوش ندید، اونا میترسن یه وقت یه طوری بشه. کار شد که شد دیگه، حالا بابا جون این که آخرش ما باید بمیریم، باید بریم. خب حالا علایه حالا اونجورم انسان بخواد بی احتیاط بکند، شاید مردمم تخته بکنن، اما این سبب نشه که خلاصه زندگی من و شما با مردم عادی فرق بکنه. من و شما یه طلبه ایم، من بچه یه کشاورزم، یه کشاورزی که هم بوته میبرد هم تو ملک مردم میرفت کشاورزی میکرد، به زحمت یه نون و دوغی پیدا میکرد. 4 کلمه خوندید مبادا یه وقت مغرورتون بکنه. مبادا من و شما اگر در یه ارگانی هستیم او زندگی ساده طلبگیمون رو رها کنیم. نه فقط من و شما طلبه، اصلا در جمهوری اسلامی انتظاری که در جمهوری اسلامی هست از نخست وزیرشم، از استاندارشم، انتظار هست که زندگیش واقعا زندگی ساده باشه. یه ریزیمو تشریفات و دو